دوستان عزیز، این رسمی که میبینید امینجان 20 ساله است. خداوند رحمت و مغفرتش کند. در صدمه روز ششم در شهر کلاب به وقوع آمده، داماد بیچاره همراه عروس و 3 تن دیگر که از خانه عروس به خانه خود برگشت کرده بود، در اساس صدمه به وقوع آمده جان را به جان آفرین سپارید. او همراه عروس خود و 3 تن دیگر. این چنین گفته می شود که خانه اقامتی آنها نیز ضرر دیده است. خود توجه کنید چگونه سخت است، درد است. از این خاطر خداوند یکایک ما را نگاه دارد و به تمام مردم شهر کلاب باستانی خداوند صبر جمیل عطا فرماید، پیش از همه در عائله ففتیدگان و ضرر دیدگان.